مخصوصا در ماه ایول و قسما در ماه یون، لیکن اساسا در ماه ایول در بعض موردها محدودیت برق جای داشت، نابسته از آن که اقتدارهای یعنی استحصالی انرژی برق بسنده بودند. لیکن از حساب از بس که حرارت باد و هوا بسیار گرم بود، این البته تاثیر تکنولوژی با کار تجهیزات ها مخصوصا در شبکه های برقی رسانیده بود. وزیره ما یگان محدودیت نداریم بعد از اون که باد و هوا حالت باد و هوا نظر است پس شدگی بود.